نمرش ایش میگن از سال 59 برام میگه محمد علی صفروی 73 ساله در کوه پشته های خراسان کپ شکار می کند. سالهای پیش میرفتم، هزون دیگم تا میرفتم، سیل سرکاوت ها میگن که یکم تنست. این شکارچی با تجربه تأسف می خورد که چراگاه شدن این موضع کپ را کمچین کرد. گوسفند را که می تخم کاو گام تز لگا کرد رفت گام تنست رفت و همین سبک تخم کاو تمام دوست رفت. کپ را آواز خوش و گوشت خوش طعم برای مردم تاجیک جالب می کند. اینها مخلصی کپکن که در بیکاری سبقت های گوناگون دایر می کنند. این سبقت ها دو گونه هستند. قوی بودن آوازها را تجربه می کنند یا در میدان محاربه تنبتن کپک ها را دایر می سازند. غالب گاه بهره مالی و گاه هم ذوقی می بردارد. اینجا هم وسیله های گوناگونی شکار این پرنده را می فروشند. شکار پیوسته کپک یک سبب دیگری از کمچین شدن آن در خراسان دانسته می شود. 5 سال طبیعت محکم میکردن، نگاهبین میکردیم که بسیار تخم همین نصف نشود. اداره حفظ طبیعت ولایت ختلان شکار کپک را منع کرده است. آنها میگویند به خاطر حفظ نوع آن گاه‌ها پرنده های خانگی را آزاد میکنند. کپکایی که در خانه‌ها نگاه می‌دارند و با واسطه همون کپ با شکار کپ می‌برند گرفته به همون جنگل سر می‌دهند. به قول محافظین طبیعت محو محیط زیست این پرنده را از این جایها گریزانده است. ریسپوبلیک این کار رو میکنه برای شیرگیری، مثال افغانا اومده شیر میگیرن و خیلی یک حساب کمتر و همون کاو در بخی همون پاره تخم میمونه. خیلی اومد البته پاره را میبره، تخم وای میدان را میمونه. چیکار میکنه؟ محمد علی صفروی میگوید خوب شد صید کپک را منع کردند. او میخواهد چون روزهای دیرین باز در پشته های دهی آنها صدای این پرنده خوش آواز بلند باشد و دیگر به خاطر شنیدن آواز خوشش کپک را به قفس نه اندازد.